سلام ای مردمی که توجه یا ساده کرده فهمانیم به ما تماشا دارید. سلام ای پدر مادری که فرزندان خود را از دست دادید. فرزندان ما با هر سبب دنیا را ترک میکنند. هر سبب. این را نه همه میفهمد، زیرا بیشتر فرزندهاشان در برشان هستند. اکثریت ببینید فرزندها پدر یا مادر را به خاک می سپارند، اما می شود که بعداً والدین فرزند خود را به خاک می سپارند. برای والدین بسیار یک امتحان بزرگ است. وقتی پروردگار فرمان می دهد مهلت که بود می شود، بعد از ملائکه می پرسد که وقتی جان فرزندشان را گرفتی آیا چیزی گفتند؟ آیا روی کنی کردن، موی کنی کردن، ناراضگی کردن، چی کردن؟ میگوید نه، گفتن به دادگی شکر پروردگار و به گرفتن هم هر چی می آید از جانب خداست. شکر گفتن. جگرشان، قلبشان، جگربندشان، فرزندشان از عالم گذشت، شکر گفتن پروردگار. پس زود قصر آماده کنید با نام شکر برای این گونه والدین، برای این گونه والدینی که پاره از قلبش را می دهد و باز به سوی پروردگار می گوید که شکر دادی گرفتی. همه می رویم اما به نوبت و با هر صورت. به این خاطر به تمام والدین هایی که جگربند های خود را از دست دادن، حتی گفته می شود که ما حسرت می خوریم، چون برای شما اگر که شما شکر کننده باشید برای شما قصر آماده است. قصر با نام شکر. دوستی ما هم امروز به ما مکتوب کرده بود تا که اطراف این چیز گپ زنیم. وقتی از نقلی او بود گفت چند سال قبل اکه‌مان را از دست دادیم. او به من همین گونه منظره را نقل کرد. وقتی که ما بیرون بیمارخانه بودیم مادرم ایستاده بود. از داخل دیدیم که همه آمین کردند. ما حیران شدیم. یک جوان برآمد. مادرم پرسید که بچه‌ام چی شد؟ او گپ نزد، خاموش ایستاد. باز پرسید مادر که چی شد؟ گپ زن بچه‌ام. به هر چی که باشد من راضی هستم از خدا. بعد فهمیدیم که اکه‌مان را از دست دادیم. اما همون زمان من پدر و مادرم را دیدم. شکرگزار بودن. باره هم با این خاطر احسن به این گونه والدین
اگر که خودداری کرده باشند این ناگفتنی است، ناگفتنی است. پروردگار این گونه فرزند را و این گونه والدین را در بهترین مکان خود جای کند. و امروز پدر و مادرم بسیار خوشحالند چون فرزندی اکه‌مان را امروز خانه‌دار میکنیم. بله، چون فراموش نکنیم هرچی می آید از جانب خدا می آید. به همه شما تمام خوشی های زندگی را تمنا داریم و در زندگی پرصبر و پرطاقت باشید. هر مصیبت به خود یک حکمتی دارد. یاد دارم پیشتر موی سفیدها دعا میکردن وقتی که هر چیز میگفتن اگر بر فایده ما باشد بده وگر نه لازم نه. خدا نگهبان شما.